بعد از بازدید از این استیدا اولین مشکلی که احد زدم و بسیار خطرناک بود، دو چیز بود. یکی استادای خلاف رشته بود و دومین چیز کتاب‌های کهنه و یا نصاب‌های کهنه بود که تاریخ از اینا گذشته بود. مثلا ما در بخش تکنیک موتور رشته داریم از موتورهای زمان روس تا بال تدریس میشه. والگا. آفرین. والگا تدریس میشه. خب اما چرا تدریس میشه؟ علتی چی بوده و چرا تا به حال ادامه پیدا کرده؟ چرا جلو از گرفتن اصلا چی به درد یک شاگرد میخوره؟ به خاطر از اینکه چند نفر نان بخوره و اونو از کار بیکار نشه. دیگه هیچ، چون اونا در اون بخش تخصص داشتن، هیچ حکمت در از این وجود نداشته. به جای اینکه اینا ارتقای ظرفیت داده بشه، به خاطر اینا که تعلیم داده بشه که برای موتورهای جدید بسازه، متاسفانه این کار بوده. و در اداره تعلیمات تکنیکی ما فعلا الحمدلله به نام مرور مشترک یک هیئت بسیار با صلاحیت ترتیب کرده ان شاء الله که تمام ولایت‌ها شروع میکنه به سروی کردن. از بخش‌های مختلف ما شروع میشه، از نصاب و از استاد و از شاگرد و از همه چیز ان شاء الله یک سروی کامل میشه. بسیار خوب. و در سروی ازی در ضمن ازی که ما میریم صلاحیت کامل بینا میدیم، در هر زون 50 60 روز اینا میمانه. بسیار زیبا. و در وسط سفر از اینا با خود من ان شاء الله شروع میکنم به رفتن به جای از اینا. سفرها ولایتی ما هم شروع نکردیم، معطل به این سفر گذاشتیم که ان شاء الله اونو برای تحقیقات میکنه و در اینجا با میریم فیصله میکنیم و تطبیق میکنیم. امید به الله متعال ما تا بتونیم در اداره خود ما یک کم مشکل حل کنیم. اما بازم به شما معلومه که هر نصاب تغییر از زیاد مصارف به کار داره، وقت کافی کتاب به کار داره. تنها در یک بخش سال گذشته 3.5 لک دلار کتاب چاپ شده، 3.5 لک دلار بانک جهانی داده. نه اگر ما خواسته باشیم این رشته ها رو نو کنیم و تجدید کنیم و این کار کنیم، فکر کنم از توان اداره وقت زیادی کار داره. بله. وقت به کار داره اما متاسفانه کار نشده و راه حل هم وجود داره. بسیار خوب.